به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد در چند هفته اخیر حدود 10 نفر از صاحبکاران میلیونر تاجیک و شخصیت‌های بانفوذ تاجیکان روسیه را از حق شهروندی روسیه محروم و بسیاری آنها را به تاجیکستان دپورتاسیون کردند. به گفته منابع بامداد در بین آنها که از شهروندی روسیه محروم کرده شدند، رحیم جان باباجانوف معروف به رحیم غرمی یک صاحبکار معروف تاجیک نیز است. رحیم غرمی در نوسیبیرسک در چند شهر دیگر روسیه مغازه‌های بزرگ داشت و به مهاجران تاجیک در روسیه بخصوص در ماه‌های اول پاندمی به مبلغ میلیون‌ها روبل کمک رسانیده، همچنین در زادگاهش ناحیه رشت نیز به مبلغ صدها هزار دلار به یتیمان و احتیاجمندان کمک می‌رساند و راه و کوپرک می‌ساخت. به سامانه بامداد هنوز میسر نشده است که با خود رحیم باباجانوف صحبت کند. یک نفر نزدیک به این صاحبکار گفت شهروندی رحیم غرمی ماه ایون بیکار کرده شده است و او به دلیل لغو شهروندیش به ترکیه رفته است و فعلا در آن کشور قرار دارد. درباره انگیزه‌های لغو شهروندی روسی رحیم غرمی و دیگر صاحبکاران تاجیک بیشتر فرضیه دست رقیبان مطرح است که با کمک برخی منصبداران فسادزده و پورخور در تاجیکستان توانستند به رفتن رقیبان تاجیکشان از بازار روسیه نائل شوند. یک صاحبکار معروف تاجیک که نیز ماه ایون از حق شهروندی روسیه محروم گردیده الکی به تاجیکستان دپورتاسیون شده است و بامداد گفت سالهای اخیر بچه‌های تاجیک در بازارهای روسیه جای رقیبان خود را خیلی تنگ کردند و به پا خستند. برخی رقیبان آنها از جمله زادگان آذربایجان یگان منصبدار پورخور را در تاجیکستان پیدا می‌کنند و او در عوض پول به آنها از عکس محلی زادگاه صاحبکاران تاجیک سند رسمی بهمور و امضا میگیرد که گویا نام نسب این آدم در وقت تولدش دیگر بود. نادرست نشان دادن معلومات هنگام گرفتن شهروندی همچون دلیل برای بیکار کردن شهروندی استفاده برده می شود. نسبت به من و چند صاحبکار دیگر تاجیک از همین مکانیزم استفاده کردند. متاسفانه مقامات فسادزده تاجیک برای نفس حرام خود شده در این نقشه بد به رقیبان بچه‌های تاجیک برای از بازار روسیه راندن هموطنان خودشان یاردن میکنند. ماه سال 2020 وقتی کرونا ویروس تازه به جولان در آمده بود و هزاران مهاجر تاجیک در روسیه بیکار ماندند، رحیم غرمی برای مهاجران تاجیک بیکار مانده چندین میلیون روبل خیر کرد. رحیم غرمی پسر محب باباجانوف یک مرد سخاوتمند معروف در وادی رشت می باشد. محب باباجانوف که قبلا رئیس سفخاز سورباغ در دره کمرا بود و سپس شرکت اسفندیار را تأسیس داد، در 2 هکتار زمین باغ نوک بنیاد کرد. در وادی رشت با عملهای خیرش از جمله با کمک‌های زیاد به کودکان و یتیمان و عائله‌های محتاج نام برآورده است. حکومت سال 2019 محب باباجانوف را برای چنین اشتراک فعالانش در کارهای خیر با مدال خدمت شایسته قدردانی کرد.